9 آرزوهای انسان که در قرآن ذکر شده و بعد از مرگ داشته می باشند. سلام، اگر با چینل ما تازه پیوسته اید و این ویدیو را تماشا می کنید لطف نموده چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک، کامنت و شیر نمایید و همچنان ما را در فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین و توییتر نیز دنبال کنید. انسان در هنگام حیات و زندگی روزمره به بسیاری از نکات اهم دنیوی و اخروی متوجه نمی باشند و سرگرم زندگیشان می باشند. بسیاری از اهمیت‌هایی است که باید هم در این دنیا و هم برای آخرت در نظر گرفته شود که بیشتر انسانان متوجه نیستند و آرمان‌های بسیار زیادی است که انسان به سر می پروراند و آرزوی رسیدن به آن را دارد. مثلا داشتن یک خانه خوب، داشتن خانم مقبول، داشتن یک فرزند خوب، داشتن ثروت بیشتر، داشتن زندگی مرفه و یا هم کمک کردن به مردم. اینجاست که آرزوی انسان لایتناهی است و حرص هرچی بیشتر داشتن را دارد. ولی 9 آرزوهایی که مهم است و انسان در دنیا برای به دست آوردن آن خیلی بیغوری می کند. در قرآن کریم هم از این آرزوها ذکر شده است که انسان بعد از مرگ برای داشتنش خیلی حسودانه حسرت می‌خورد و برای رسیدن به این آرزوها بارها و بارها افسوس می‌کند. اول، ای کاش خاک بودیم. در روز قیامت کفار بعد از آن که اعمال تمام عمر خود را در برابر خویش حاضر می‌بینند، آنچنان در اندوه و حسرت فرو می‌روند که می‌گویند ای کاش خاک بودیم. دوم، با حسرت و ندامت می‌گویند ای کاش برای زندگانی ابدی امروزم کار خیری انجام می‌دادم. سوم، با کمال شرمندگی و اندوه میگویند ای کاش نامه مرا به من نمیدادند. چهارم، وای بر من، ای کاش که فلان انسان را به دوستی انتخاب نمی کردم. پنجم، فریاد پشیمانی از دل برکشند و گویند ای کاش که ما در دنیا خدا و رسول را اطاعت می کردیم. ششم، ای کاش من در دنیا با رسول حق راه برای دوستی و طاعت پیش می گرفتم. هفتم، ای کاش ما نیز با آنان می بودیم تا کامیابی فراوان نصیب ما می شد. هشتم، ای کاش من احد را با خدای خود شریک نمی ساختم. و نهم، ای کاش ما را به دنیا باز می گردانیدند تا دیگر آیات خدا را تکذیب نکرده و ایمان می آوردیم. و این همه آرزوهای است که بعد از مرگ پوره نمی شود مگر اینکه در این دنیا برای به دست آوردن آن سعی و تلاش کنیم و به آن برسیم. خداوند به تمام انسانهای روی زمین هدایت به نیکی کند و تمام آرزوهای دنیوی و اخرویشان را به حقیقت مبدل سازد تا باشد در روز آخرت حسرت پوره کردن آرزوی را نداشته باشیم که رسیدن به آن امکان پذیر نباشد. آمین یا رب العالمین. اگر این ویدیو خوشتان آمد با دیگر دوستانتان نیز شریک سازید.